امروز قصد داریم شما رو با مراسم کفن و دفن ایرانیان در دوره صفویه آشنا کنیم. وقتی که شخصی بیمار میشد و این بیماری خطرناک بود، رسم بر این بود که روی بام خانه یک آتش روشن می‌کردند تا به همسایگان اطلاع دهند که به درگاه خداوند دعا کنند. و وقتی که شخص می‌میرد، خانه پر از فریاد و فغان می‌شد، به ویژه آنکه زنان گیسوان خود را می‌کندند و حرکات عجیبی از خود به نمایش می‌گذاشتند، گویی که جن‌زده شده بودند، و در میان نوحه‌گری‌هایشان به صورتی خیلی مفصل از همه خصلت‌های نیکوی متوفی نیز یاد می‌کردند و در هر لحظه فریادهایی وحشت‌آور سر می‌دادند. سپس پیش قاضی شهر می‌رفتند و اطلاع می‌دادند که فلان کس مرده، و قاضی هم به اطلاع دهنده خبر می‌گوید که سر شما سلامت باشد. سپس مهرش را برمی‌داشت و اجازه‌نامه مرده‌شور را مهر می‌کرد تا او جنازه را بردارد و به خانه‌ای ببرد که برای شستن میت نزدیک آب جاری بنا شده بود. سپس عده زیادی با علم‌های مسجد وارد می‌شدند و از ته حلق الله الله گویان گاهی روی یک پا و گاهی روی پای دیگر می‌چرخیدند، و چون هر کس بلندتر فریاد می‌زد پول بیشتری می‌گرفت. و برای اینکه بلندتر فریاد زنند، دو انگشت شست خود را در گوش خود فرو می‌کردند و انگشت‌های دیگر را روی دو گوله می‌گذاشتند، و وقتی که جنازه شسته می‌شد، لباس‌های متوفی را به مرده‌شور می‌دادند گویا که حق اوست. و هنگامی که تابوتی که میت را در آن حمل می‌کردند، رسم بر این بود که هر عابری که از آنجا می‌گذشت شانه خود را در زیر تابوت قرار می‌داد، و همینطور افراد جای خود را به دیگری می‌دادند که این موضوع باعث سپاسگزاری خویشان متوفی از زحمات آنان بود. و اگر متوفی شخصیت مهمی بوده باشد، همه اتباعش را ضمن می‌کردند و دنبال جنازه یدک می‌کشیدند و اسبانی را هم از دیگران واریت می‌گرفتند و بر روی اسبی دستارش را، بر روی اسبی شمشیرش را و همینطور وسایلش را قرار می‌دادند. ولی این موضوع فقط برای افراد مهم بود و افراد معمولی همان بر روی تابوت گذاشته می‌شدند و به سمت گورستان می‌بردند و در درون گور آنها را قرار می‌دادند. در اینجا هم اگر شخص مهمی بود، مثلا فرد ثروتمند یا سربازی بوده باشد، به همراه او دستار، شمشیر، تیرها، ترکشش را هم خاک می‌کردند و گاهی مقداری خوردنی نیز نزدیکش می‌گذاشتند. پس از دفن جنازه هم به خانه خود برمیگشتند و فقط ملاها به خانه متوفی باز میگشتند و در آنجا به آنها غذا میدادند و بابت دعایی که با صدای بلند خواندند از آنها تشکر میکردند. سپس دوستان متوفی برای تسلیت وارد میشدند و به گفتگو از حقارت و بی‌اعتباری جهان میپرداختند. یک هفته بعد هم وارث متوفی سوار اسب میشد و به بازدید آنها جهت تشکر میرفت. بیشتر بزرگان و ثروتمندان وصیت میکردند که جنازه آنها به مکه یا مشهد برده بشود. ایرانیان معتقد بودند که وقتی روی گور پوشیده شد، دو فرشته نکیر و منکر به آنجا میآید و مرده را دوباره زنده میکند و از وی درباره مذهبش میپرسد، اینکه به کدام سو نماز خوانده و بنابر شایستگی یا ناشایستگی با او خوب یا بد رفتار میکردند. از اینکه ما را همراهی کردی سپاسگزاریم. لطفاً این ویدیو رو لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید.